الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و سروران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه دروس رمضانی یا درس های از رمضان خوش آمدید میگویم. رمضان و آسانی میخواهد ماه مبارک رمضان برای ما بفهماند که این روزه‌ای که شما میگیرید این سخت نیست، آسان هست. آسانی در کجا هست؟ اولا که الله سبحانه و تعالی میفرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این عبادتیه که قبل از شما دیگرها هم انجام میدادن. اما خب شاید برای خیلی کسانی این روزه گرفتن سخت تمام بشه. یک شخص مریض هست، یک شخص مسافر هست. این چه کار باید بکنه؟ الله سبحانه و تعالی این جملات زیبا را در ادامه این آیات که الله می فرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بعدا می فرماید ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا، و بعدا می فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم، و بعد در ادامه می فرماید یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. دین آسانی است، دین سختی نیست. الله سبحانه و تعالی روزه رمضان را فرض کرده برای کسی که سالم هست، تندرست هست، بالغ هست. روزه رمضان برایش فرض شده، فرضه. اما اگر مریض بود، اگر مسافر بود، الله سبحانه و تعالی به صراحت بیان میکنه: فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یا در سفر بود، فعدة من ایام اخر. مریض بودی بخور، افطار کن. صحتمند شدی قضا بیار. در سفری روزه را بخور، افطار بکن. وقتی به خانه خود رسیدی قضا بیار. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله سبحانه و تعالی برای شما اراده آسانی را داره. همانطوری که الله سبحانه و تعالی گفته کتب علیکم الصیام، روزه بر شما فرض کرده شد، بگیرید روزه را. الله سبحانه و تعالی میگه مریضی افطار کن، مسافری افطار کن. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. دین اسلام دین یسر هست، دین آسانی است. آیات زیاده در قرآن وقتی میبینیم، وقتی میخوانیم، وقتی تلاوت میکنیم، الله سبحانه و تعالی پیرامون آیاتی که درباره حج هست: و اتم الحج والعمرة لله. وقتی قصد و اراده حج میکنی، اراده عمره میکنی، میفرماید فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیة من صیام او صدقة او نسک. وقتی احرام بسته کردی، حالا نباید احرام رو بشکنی، اما اگر برای تو مریضی پیش آمد، اگر برای تو عذری پیش آمد، خلاص از احرام بیرون میشی، فدیه میدی. داشتی گوسفند ذبح میکنی، نداشتی روزه میگیری. همه اینها
یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله سبحانه و تعالی به صراحت کامل بیان میکنه. درباره وضو الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وقتی طرف نماز حرکت میکردید وضو سازید، بشویید دستای خود را، بشویید روی خود را، مسح کنید سر خود را، بشویید پای خود را. در ادامه میفرماید و ان کنتم مرضى، اگر شما مریض بودید این آب برای شما ضرر میرساند، یا اینکه اگر آب نبود چه کار کنید؟ فتیمموا سعیدا طیبا، شما تیمم کنید. آب بود ولی آب به وجود تو ضرر میرساند، جنوب بودید، غسل برای تو واجب شده بود، آب برای تو ضرر میرساند، تیمم کن. آب نبود، تیمم کن. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله سبحانه و تعالی در ادامه آیات فرضیت روزه رمضان این جملات زیبا را وقتی میگه یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، یعنی یه انسان پریشان نشو. این دین دین سختی نیست، دین غم و اندوه نیست که تو سر به گریبان بگذاری من مریضم چگونه روزه بگیرم، من مسافرم چگونه روزه بگیرم. یا مثلا زن در حالت حیض و نفاس قرار داره پریشان باشه. نه خیر، پریشانی نیست. الله سبحانه و تعالی به این آیات گفته بگیر، به این آیات گفته نگیر. من و تو بنده هستیم. بنده یعنی گوش به فرمان. گوش ما به فرمان هست، به ید بلاکیف الله هست. گوش ما به طرف دستورات الله هست که بگوییم سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. پس به اینه که الله سبحانه و تعالی در مسئله نماز چقدر تأکید شده، چقدر رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند فرق بین مسلمان و کافر فقط نماز هست. شخص نماز خواند مسلمان، نخواند مسلمان نیست. خیلی از فقها حتی عمدی نمیگن، میگن حتی اگر منکر نماز هم نبود اما نماز نمیخواند، بعضی از فقها میفرمایند که مسلمان نیست. او که منکر باشه به اجماع علما شخص کافره، منکر نماز بشه. اما خیلی از فقها و بسیاری از فقها میفرمایند اگر کسی منکر نماز هم نبود ولی نماز نخواند، اعتنای به نماز نکرد، نماز نسبت به سایر احکام متفاوت است حکمش. همین عبادتی که اینقدر تأکید شده، اگر عذر دارید، مریضی، استاده شده نمیتوانید بنشین، نشسته نمیتوانید سر بگذار، در حال سر گذاشتن با اشاره سر فقط اشاره بکن. این دین هست. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله سبحانه و تعالی پیرامون حج اگر استطاعت داری، من استطاع الیه سبیلا، استطاعت داری برای تو فرضه، استطاعت نداری فرض نیست. زکات همچنین از خود حد داره، نصاب داره. مالک نصاب شدید، شرایط برابر شد، از 100% 2.5% در راه الله سبحانه و تعالی بدی. اگر مالک نصاب نبودی، سرمایه نداشتی، برای تو واجب نیست، برای تو لازم نیست مسئله زکات. حتی جهاد، الله سبحانه و تعالی ذروة سنامه، قله بلند اسلام جهاد هست. کسی که در دلش ذوق و شوق جهاد نباشه جز منافقین حشر میشه. با آن صورت هم الله سبحانه و تعالی میفرماید لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله. برای اونهایی که ضعیفن، برای اونهایی که مریضن، برای اونهایی که ندارن او سرمایه‌ای که در راه جهاد برن، الله سبحانه و تعالی اینها را معاف کرده.
الله سبحانه و تعالی اینها را مؤاخذه نمیکنه. پس همه این مسائل برمیگرده به این یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. پریشان نشوید هوا گرمه، پریشان نشوید که بالاخره روزا بلنده. باید انسان کمی سختی ببینه، اما به این که اگر مریض بود پریشانی نکشه. سالها روزه گرفته، امسال مریض هست، الله اجر و ثواب او روزداران را برایش عطا میکنه. همیشه روزه گرفته، مسافر شده، در سفر روزه خورده، الله اجر و ثواب صائمین را برایش میده. بس به این مهم اینه که الله سبحانه و تعالی برای ما توفیق اخلاص عنایت بفرماید. و همچنین وقتی نگاه میکنیم در قسمت مصرف در خانه و خانواده، الله سبحانه و تعالی میفرماید لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. اگر فقیری در خانواده، زن و بچه خود فقیرانه مصرف بکن. اگر الله نعمت بیشتری برای تو داده، به اندازه وسعتی که الله سبحانه و تعالی در زندگی تو آورده همانطور مصرف بکن. در قسمت نماز باز هم که الله سبحانه و تعالی میفرماید و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. مسافر شدید 4 رکعت 2 رکعت بخوان. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. در تمام امور دین یسر هست، آسانی هست. در هیچ جای دین سختی نیست. اما این که در بین جامعه ما کسانی که میگن روزه سخته، نماز خوندن سخته، حج رفتن سخته، اینها لذت عبادت را تا به حال نچشیدن، ندانستن، حلاوت ایمان در کام اونها اثر نگذاشته، شیرینی ایمان برای اونها تأثیر نکرده. پس بناهن اینه که یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. نکته دیگری که میخواهم اشاره کنم، کسانی که از این جمله یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر استفاده غلط کردن و استفاده غلط میکنن، چی میگن؟ حجاب نگیر، یرید الله بكم اليسر. حجاب فرمان الله سبحانه و تعالی هست، دستور الله سبحانه و تعالی هست، اطاعت از الله سبحانه و تعالی هست. مثل که نماز و روزه و اینها فرضه، حجاب برای زنها فرضه. میایه استدلال غلط، حجاب داری یا نداری، دین سخت نگرفته، این حرف اشتباهه. یا مثلا در عبادات غفلت میکنه، در روزه سستی و تنبلی، در نماز سستی و تنبلی، در جهاد سستی و تنبلی، در خیلی از مسائل. وقتی برایش بگی چرا عبادت نمی کنی، چرا عبادت می کنی کسلان و بالاخره حالت کسل و بی‌حوصله و اینها، بعد میگه خیلی سخت نگرفت، دین سخت نگرفته، یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. کاملا این حرف اشتباه است. و همچنین در مسائل دیگر که شخص گناه میکنه، مصروف گناه کردن هست، برایش میگی که این گناه هست، این زشته، این ناروایه، بعد میگه این قدرم که شما سخت گرفتید، دین سخت نگرفته، باز میگه یرید الله بكم اليسر ولا یرید. نعوذ بالله، اعوذ بالله. کسانی که چنین استدلال میکنن به این یرید الله بكم اليسر، میاین برای خود میخوان راه جور کنن. درست است، دین همه آسانی هست، اما باید این نکته را هم فراموش نکنیم. برای کسی آسانه دین که حلاوت ایمان، شیرینی ایمان را چشیده باشه، در وجودش قوت ایمان را حس بکنه. اما برای انسانهای بیدین، برای انسانهایی که ایمان کامل و درست ندارن، دین اسلام خیلی سخته.
روزه گرفتن اگر 15 ساعت، اگر 2 ساعت هم باشه برای انسان بی ایمان سخته. نماز خواندن 4 رکعت عصر اگر 1 رکعت هم باشه برایش سخته. و همچنین مسائل دیگری، اختلاط زن و مرد با هم خلط و مخلوط هن، میگین این گناه هست. نشستن زن و مرد کنار هم دیگر بدون محرم و بالاخره اینها این گناه هست. بعد میگه این دین اینقدر سخت نگرفته، یرید الله بكم اليسر. نعوذ بالله، اعوذ بالله. و همچنین مسائل دیگر. پس این اشخاصی که به گناه و معصیت، این اشخاصی که در حال اختلاط زن و مرد، این اشخاصی که در مسائل غیر شرعی این آیه را استدلال میکنن یرید الله بكم اليسر، دین آسان هست و سخت نگرفته، این برایشان میگویم دین نیست، این وساوس شیطان هست که شیطان در وجود اونها نفوذ کرده. یا حتی عکس، مسائل عبادیر، کسانی میان از پیش خود عبادت میسازن، از پیش خود. عبادات مسائل توقیفی هست، ما نمیتوانیم عبادت را چیزی کم بکنیم و چیزی اضافه بکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی که بیای از پیش خود چیزی را کم بکنه و اضافه بکنه، رد، مردوده. پس بناهن نمیشه که استدلال کرد ما بیاییم از پیش خود یک عبادت بسازیم راحتتر، آسانتر و بالاخره به میل دل خود، و بعد بگیم یرید الله بكم اليسر. این کسی که چنین حرف ها میزنه و چنین استدلال های غلطی بکنه، این از هوای نفس خود گفته و شیطان در وجودش نفوذ کرده. در حقیقت مسئله یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر در ادامه بحث روزه آمده تا این که ما را متوجه بسازه که اگر انسان مریض بود، مسافر بود، دین سختی نیاورده بلکه آسانی آورده. مریض میتونه افطار بکنه تا صحتمند بشه، مسافر میتونه افطار بکنه تا زمانی که پس مقیم بشه، و همچنین در احکام دیگری که با دلایل واضح و مشخص بیان شده. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده تا این که از این مسائلی که بیان شد درست و صحیح استفاده کنیم. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که این روزه ماه مبارک رمضان چنان نفس ما را نفس مطمئنه بسازه که همه سنگلاخ‌های عظیم و بزرگی که شیطان سر راه ما قرار داده اینها را هموار بسازیم تا اینکه به فوز و فلاح و رستگاری برسیم. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.